بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، امروز چگونه که بیان کردیم با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی درس تفسیر داریم. از این تفسیر مبارک که ما قرار گرفتیم در سوره فیل، از اینجا شروع می‌نماییم. چگونه که معلوم است سوره فیل نام دارد، این سوره نامگذاری این سوره توقیفی است که شریعت این را نامگذاری کرده است، سوره فیل. و به سبب وجه نامگذاری این سوره با فیل، چون قصه اصحاب فیل در اینجا ذکر شده است. قصه اصحاب فیل در اینجا ذکر شده است و همچنین سوره الم تر کیف هم گفته می شود، اجتهادی است. سوره الم تر کیف که عدد آیات های این سوره فیل 5 تا است و مرحله ترتیب آن مکی است، در مکی نازل شده است و ترتیبش در نازل شدن 19 سوره است و ترتیبش در قرآن مصحف باشه 105 است. و موضوعات این سوره مبارکه سوره فیل قصه اصحاب فیل است. قصه اصحاب فیل، صاحبان فیل، بیان قدرت عظمت الله سبحانه و تعالی و نابود ساختن آن کافران ظالمان که میخواستند خانه الله را، کعبه را چپه نمایند. این سوره فیل در برگیرنده قصه اصحاب فیل، هنگامی که قصد و اراده هدم کعبه را خواستند، کعبه مشرفه را خواستند او را چپگردان کنند، که الله سبحانه و تعالی از حیله آنها با خبر بود و آنها را در کیدشان در نحرشان انداخت و خانه‌اش را حمایت کرد از ظلم این ظالمان، از طغیان این طاغیان. و الله سبحانه و تعالی برای آنها یک جیش، یک لشکر را فرستاد برای نابود کردن اینها. و هنگامی که این ابرهه اشرم لشکریان خود را گرفته آماده ساخت به سوی خانه الله، به سوی کعبه، به سوی مکه را سپار شدن از برای ویران ساختن این خانه الله سبحانه و تعالی. این هنگام بود که الله سبحانه و تعالی یکی از لشکریان خردش را روان کرد به سوی این طاغی و این سرکش، تا که اون را نابود بسازد و اون را در گرداب آن هلاکت‌هایشان قرار بدهد. آن پرنده را فرستانید الله سبحانه و تعالی که در چنگال‌های خود سنگ‌های داشتند، ولیکن این سنگ‌ها بسیار پاره کننده بودند، یک سلاح قوی و عظیمی بودند که با واسطه این پرنده ها و این سنگ ها الله سبحانه و تعالی این ابرهه را نابود ساخت و نسل اینها را از زمین برداشت. این است یکی از سبب های تاریخی مهمی که این سال را در این سال رسول الله صلی الله علیه و سرور دو جهان محمد ابن عبدالله به دنیا آمدند. یکی از بزرگترین دلایل های نبوت او صلی الله علیه و سلم است. و مناسبت این سوره مبارکه با سوره قبلیش که سوره همزه هست، الله سبحانه و تعالی در این سوره همزه ذکر می نماید مغرور بودن مردم را با گرفتار شدن آنها در فتنه های مالی، حتی گمان کردن که آنها در روی زمین دیگر جاودانه قرار میگیرند و آنها در این کره زمین دیگر حیات طولانی دارند، زندگی نیکویی دارند. و این هنگام بود که الله سوره فیل را ذکر نمود، حال اصحاب فیل را که آنها را بر زیاد بودن مادرسرات داراییشان و این لشکریانشان فریفته انداختگی بود هلاکشان ساخت، که قصدی ویران کردن بینای کعبه داشتند، بیت الحرام داشتند و الله کیدی آنها را در گرداب کیدشان نابودشان ساخت. و این سوره مبارکه خاتمه یافته است بیان عاقبت اصحاب فیل را و آن هلاکی که بر بالای سر آنها آمد. برای همین الله سبحانه و تعالی در اینجا به شکل سوال میگوید که الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. به اینجا شروع می‌نماید الله سبحانه و تعالی الم تر کیف، آیا تو ندیدی ای پیامبر که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ اصحاب فیل آنهایی که می‌خواستند خانه کعبه را ویران بسازند. و این سوره اصحاب فیل تنها در این سوره، در این قصه اصحاب فیل تنها در این سوره ذکر شده است. دیگر در هیچ جای از قرآن ذکری یادآوری نشده است که خاص قرار داد این ذکر اصحاب فیل را و ابابیل آن پرنده ها را و کید آنها را از اصحاب فیل. الم تر، آیا نمیدانی؟ یادآوری میکنه الله سبحانه و تعالی این قصه را برای این امت. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با این اصحاب فیل چی کرد؟ آنهایی که میخواستند این خانه کعبه الله سبحانه و تعالی، خانه الله را چپه بسازند. و این سوره مبارکه رد بر ملحدان هم هست. چگونه رد به آنهاست؟
چون که ملحدان ذکر نمودن زلزله ها را، این شمال ها را و این آفت ها را بر طبیعت رواج دادن. مثلا این حادثه های طبیعت است که الله سبحانه و تعالی با این زلزله ها، با این شمال، با این رعد و برق امت های پیشین را هلاک گردانید که چندین برابر از این امت، از این مردم، از ما و شما اونها قدرتمند و بزرگتر بودن. اما این ملحدین این چیزها را بر طبیعت روانه میسازن، نه بر تقدیر الله سبحانه و تعالی. و در قرآن کریم این ذکر هلاک این اصحاب فیل تنها ذکر نشده است، تنها در این سوره. و چون این ذکر اصحاب فیل، صاحبان فیل، در این تنها در این سوره ذکر شده است، به خاطر آنه که اینها برای تکذیب دروغ شمردن رسولان آمده بودند. اونها فقط برای هدم نابود ساختن کعبه آمده بودند، از بین بردن کعبه آمده بودند، نه برای دروغ شمردن رسول. و دوم اینکه ان لا یتخذ منه مشرکون غرورا، اینکه مشرکان از این چیز غرور پیدا نکنند و غرور هم نگیرند و سرکش سرپیچ نشوند با اون مکناتی که چیز الله برای آنها عطا کردگی است، که آنها در مکه حاجیان را آب میدادند پیش از اسلام، ده پیش از همه ورودی ان همین قصه اصحاب فیل، که اعمال خیر هم داشتن، از عبادت هم داشتن، که اله برای این عبادتشان الله سبحانه و تعالی آنها را مشرکین خواند. پس این قصه اصحاب فیل که ما امروز داریم در تفسیر آن می‌فرماید که الله بر سوی رسول الله صلی الله علیه و خطاب میکند: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ای پیامبر آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ یعنی که آیا تو ای پیامبر ندیدی آن قدرت الله سبحانه و تعالی و عظیم شأن او سبحانه و تعالی و رحمت او بر بندگانش رو، که این دولت بر توحید، بر وحدانیت او سبحانه و تعالی می نماید، که در این قصه بندگانش یادآور می شود، قصه بزرگ، و بیان صدق پیامبرش را بر ما آگاه می کند که الله سبحانه و تعالی بر این اصحاب فیل چی کرد، چی جزا و چی مجازاتی را برای آنها روا دید. آن اصحاب فیل که می‌خواستند خانه الله سبحانه و تعالی را خراب بسازند، ظلم کنند، ستم نمایند، لشکری آماده کردند. به خاطر همین آنها مجهز شدند، آماده شدند که با همراهی خود فیل‌های بزرگی را هم آوردند، فیل‌های قوی را، فیل‌هایی که در برابر آنها هیچ استفاده نمیتونست کرد، هیچ دیواره همه را حد میشکستند، پاره میکردند، میگذاشتند. برای این فیل‌ها را آوردند. برای قصه اصحاب فیل ذکر شده است در اینجا. و با یک گروه بزرگی آمدند، یک لشکر عظیمی را با خود آوردند که عرب توانایی بر روپراشن این لشکری رو نداشتن. لشکر بزرگ و عظیم و قدرتمندی. در این هنگام بود که دیگر آنها این قدرت رو پیدا نکردن و این کعبه رو برای صاحب کعبه گذاشتن و بر الله گذاشتن، نه توانستن از او دفاع نمایند. که این ابرهه از حبشه، از یمن لشکر رو جمع کردگی بود، از یمن، از حبشه لشکر خود رو جمع کردگی بود، آمد بود. و هنگامی که بعد نزدیک قرب مکه رسیدن، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا مکرشون رو باطل نساخت؟ الله میفرماید مکری کی رو؟ مکری انا همین لشکریان رو که عرب نتوانستند دفاع نمایند و دفاع کردن کعبه رو هم نداشتند، چون قدرت نداشتند در برابر این ابر قدرت را. و هنگامی که آمدی آنها را حس کردن، پی بردن، اهل مکه از مکه بیرون شدند، بر بالای کوه‌ها و صحراها خودشون قرار دادند، دور شدند. و هنگامی که این ابرهه نزدیک شد با لشکریان خودش، این هنگام بود که الله سبحانه و تعالی لشکر کوچک خود را که عظیم هم بود فرستاد. این هنگام بود که از طرف مشرق یک سیاهی آسمان را فرا گرفت، پرنده ها، ابابیل، آنها را الله سبحانه و تعالی روانه کرد که در پنجه های خود سنگ‌هایی داشتند، از سجیل، سنگ‌های آتشین، از آتش، از جهنم. و هنگامی که بر بالای سر این لشکریان رسیدند، اینها را پرتاب کردند. برای همین الله در جای یادآور می‌شود که علم و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و بسر آنها بر بالای پرندگان گروه فرستاد، ترمیهم بحجاره من سجیل، تا آنها را با این سجیل سنگباران کنند، با سنگ‌ها، سجیل، سنگ‌ها، سنگ‌های آتشین. چنان نشان خوب می‌گرفتند که هر یک سنگی که روانه می‌شد حتما بر بالای سر آنها می‌رسید. هنگامی که بر آنها می‌رسید، آنها را نابود می‌ساخت، به هلاکتشان می‌رسانید. ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم كعصف مأکول، هنگامی که آنها را با این سنگ‌ها پرتاب می‌کردند، آنها را میزد، مثل یک کوه خورده شده میگشتند، پاره میشدند، میکفیدند، میدریدند، نابود میشدند همین قوم. و الله سبحانه و تعالی کعبه را از شر اینها حفظ کرد و کید آنها را به سوی آنها گردانید. این قصه مشهور است. و در این سال هم رسول الله صلی الله علیه و سلم این دنیا را منور ساخت و دنیا آمد. برای همین یک از جمله
نبوت رسول صلی الله علیه و سلم که شکست این ابرهه بود و خاموش شدن آتش در سرزمین مجوس بود، ایران زمین. و حمد و شکر و سپاس از جانب الله سبحانه و تعالی است. این قصه برای ما یادآور میشد برادران و خواهران گرامی که اگر طاغوت ها، طغیان، سرکشی این کفار هر قدر زیادی هم شود، در برابر یک لشکر کوچک الله سبحانه و تعالی اگر با تمام قدرتشون بیاین، ایستادگی کردن نمیتوانند. الله آنها را در یک لحظه نابود میکند و دینش را نصرت میدهد. اما برای تا آمدن نصرت باید انسان صبر نماید، دین را بیاموزد، توحید را از خود نماید تا اینکه شکست نخورد و به سوی هلاکت قدم نزند. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.